بسیار خوش آمدید به نویای در از او رحمت میکنیم باور که حلاوت بودیم به نهایت جای منظرهای زیبا ناتکرار. البته که تاجیکستان ما همش جای تماشاباب و میگن که تاجیکستان افتارویه ما هم جای هست که باور فقط تماشا کنیم حلاوت بود. مردم کو هیچ چیزی تا چهره خندش بس. بله. و یک گپ دیگه تون میگم که ما 10 سال 15 سال پیش ما اومدگی میجویم همه جای تاجیکستان رو میگشتم این خیلی نبود. تکرار به تکرار حضور احمد میگیم پیشوای ملت موندگی این بین 15 20 سال نگاه که همه جا زیباش دیگه همه جای تاجیکستان ما تکرار سوی کرونا همین البته که مثلا که کوشش کرده سن هر کس جماعتش و دیتاشون مثلا زیبا کسان هر کسی میکنه به خاطر خودش میکنه و کسی نه نامش گفتی روبر دولت نامش در تاریخ میمونه که یک سویکوری همین محله همینجا رو زیبا کرده هر کسی میکنه این محله ده کلان شده این محله ده خاطی بچه همینجا مکتب رفتی کلان شده تربیت گرفتی او به همینجا رو خوردی یعنی که همه را پست داشتن دارن چیزی که میکنی برای خودت هم میکنی کسی در خطیش یگان چیزا بر کردن نمیبرد رحمت به نام سرکورش ممکن قدر زیبا کردن رحمت مردمش مردم خوب بسیار خوش آمدید سلامت باشید خوش آمدید به نویای در از او رحمت میکنیم باور که حلاوت بودیم به نهایت جای منظرهای زیبا ناتکرار. البته که تاجیکستان ما همش جای